واقعا که از سری من گذاشت خیلی بود. من در روسیه در شهر مسکو کار میکردم. کارم بد نبود، خیلی کاری خوب بود. پسرم رو هم دعوت کردم با همراهی من اومد که کار کرد. چون جای خوبمون هم خوب بود و مزدی ماهانه ما خوب بود. پسرم دعوت کرد که بیا کلین رو هم دعوت کنیم. یعنی اویلش رو من گفتم مایلش. یک ماه دو ماه کار کرده بودیم که آهسته ما رو از جای کار جواب دادن. در مسافرت بیکار گشتن نمی شود. یک ماه نیمو بیکار گشتیم و با بازار برآمدم برای یافتن جای کار. ناگاه یک مردی قفقازی رو بخوردم. بسیار مردی میانه سال دعوت کرد که بیا به داغستان میریم، یک جای کاری خوب است، جای کار پیدا میکنیم، یعنی هم جای خوب، هم پولی نقص، هم خوراک، همش رو تامین میکنیم و بعد میبینی شرایطت خیلی خوب است. راضی شدم. اما با پسرم گفتم که پسر جان اول من رفته یک بار بینم، بعد تو با همراهی اگر جای خوب باشد با همراهی اویله دن کلینگ بیا. چون به داغستان رسیدیم، همون مرد ما رو با یک صاحب، یعنی به قول معلوم خزان شناس کرد و شناسنامه های ما رو گرفت. خلاصه غلام شدیم. یک سال غلام برای ما رو کار فرمودن. شناسنامه ها در دستشون، خوراک خوب نمیدادن. غیر از این جای زیست ما بسیار بد بود، بسیار سطح پس زندگی میکردیم. لیکن از سر تا بگو فقط کار کار کار. خلاصه همین کار خاطر مشغول بودیم، عذاب کشیدیم، حتی بعضی وقت ما رو میزدن. با خلاصه آمدم که بیا یک کار کنیم. سه چهار نفر یک جای شدیم و یک شب گریختیم تا مسکو آمدیم با عذاب شکنجه. اول پسر و کلینم رو دیدم، آنها از من هم بسیار اولشان بر. خلاصه هم به سفارت تاجیکستان و هم به تشکیلات بین المللی مواجهت کردیم. این ساخت سلامت باز با وطن برگشتیم.